روز جمعه 28 اکتبر سال 2022 در شهر دوشنبه در داخل سزا یا بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پشت درهای بسته مرافعه دادگاه یکی از رهبران گشت برای پامری‌های روسیه اورز وزیربیکوف آغاز یافت. در این باره به شرط نبردن نامش یک منبع در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان به ژورنالیست مستقل انوره سرکارова خبر داده است. این فعال 45 ساله زاده محله اوپیده شهر خاروخ بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 307 دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن حکومت، 187 تشکیل اتحاد جنایی و 245 از آن خود کردن مبلغ‌ها عیبدار می شود. اورز وزیربیکوف از زمان استردادش از روسیه در پایان ماه ایول در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار داشت و مرافعه پروندهش نیز پشت درهای بسته در همان جا گذشت. اورز وزیربیکوف ادوکات ندارد. خانواده‌اش در تاجیکستان یگان ادوکات پیدا کردن نتوانست که از منفعت‌های این فعال جمعیتی حمایت کند. معلوم شد که تفتیشات به او حمایتگر دولتی داده است. خبر داده است انوره سرکارova. او به استناد به منبعش در مقامات همچنین ادعا کرد که اورز وزیربیکوف را شکنجه دادند. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان تا کنون یگان مرتبه نه پرونده جنایتی ضد اورز وزیربیکوف، نه بازداشت و استرداد او از روسیه و نه شروع مرافعه‌اش را شرح ندادند. اخیراً رادیوی آزادی خبر داد که بر علاوه دعوت‌ها به ضد حکومت و تشکیل اتحاد جنایتی در عیبنامه اورز وزیربیکوف اتهام از آن خود کردن مبلغ‌هایی که زادگان بدخشان برای قربانیان حادثه‌های تابستان سال 2012 جمع آورده بودند علاوه شده است. نزدیکان وزیربیکوف این اتهام را قطعاً رد می‌کنند. اورز وزیربیکوف و همنسب او بلاگر بدخشانی رمزی وزیربیکوف شام جمعه 29 ایول سال 2022 در فرودگاه دمدید شهر مسکو غیب شدند و علاقه روز 31 ایول در دوشنبه در بازداشت پیدا شدند. آنها در یک ویدیو که توسط صحیفه‌های ترول‌های طرفدار حکومت معروف به فابریک جواب نشر شد گفتند که گویا خودشان به تاجیکستان برگشته. اینجا فهمیدند که تفتیشات نسبت به آنها سالهای جدی دارد و از این رو گویا خودشان مستقلانه و مقامات تفتیشاتی حاضر شدند تا به سوالهای تفتیشات جواب بگویند. ولی بسیاری ها به اینکه وزیربیکوف این سخنان را خودشان بدون فشار به زبان آورده باشند باور نکردند، چون که قبلا هر دو به تکرار اصرار داشته بودند که اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شوند این به معنی است که آنها را مقامات دوشنبه با زوری بردند. اورز وزیربیکوف و رمزی شوگونوف نسبت به سیاست حکومت تاجیکستان به ویژه در مسئله بدخشان نظر و موقع انتقادی اپوزیسیونی داشتند. وقتهای آخر آنها به شدت از مقامات تاجیکستان برای سرکوب موج اخیر اعتراضات در روشن و خاروخ توسط عملیات حربی که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و ده‌ها تن دیگر از فعالان و لیدرهای غیر رسمی بدخشان دستگیر شدند انتقاد می‌کردند. بعد سرکوب اعتراضات ماه سال 2022 در بدخشان مقامات به بازداشت بیش از 20 تن از فعالان ضد این ولایت در روسیه نائل شدند. بسیاری آنها علاقه 1 یا 2 روز بعد در روسیه غیب زدنشان در بازداشتگاه‌های دوشنبه یافت